صورت ایشون به عنوان رئیس فدراسیون و حریفش هم در حال حاضر به عنوان یکی از مربیان تیم ملی روسیه نکات لازم رو به زاور اوگیف گوشزد کرد. حالا بعد این کشتیگیر اوکراینی در وقت دوم چه نتیجه‌ای رو به دست خواهد آورد؟ بهترین عنوانش پنجم اروپای جهان شده همین کشتیگیر. حالا در وقت دوم زاور اوگیف دارن یه مدال طلای المپیک و 2 مدال طلای جهان. تلاش خودش رو بیشتر میکنه چرا که میدونه در مسابقه با یک کشتیگیر جوان شاید تجربه لازم رو نداره، اما جوان بودنش و انگیزه بالا هر اشتباهی ممکنه منتج به دادن امتیاز باشه. 3-1 اختلاف 2 امتیاز. این افتخار رو داریم از شبکه ورزش در خدمت علاقمندان و دوستداران ورزش اول کشور. ورزش پر افتخار، مدال آور که بدون شک در ایران همیشه به عنوان ورزش اول از اون یاد شده. افتخارات ارزشمندی که همه قهرمانان شایسته کشور رو به دست آورد. کاملا در لاک دفاعی رفت. حالا به دنبال این از زاوروگیف کشتیگیر با تجربه است، به دنبال این است هم حفظ نتیجه همی که امتیازات بیشتر چه دزلیپ از اوکراین عنوان پنجم امیدهای جهان به چه زیبایی و چه قضیتانه سر گردن رو در اختیار داشت. بعد از اون دست رو عوض کرد و با یه گردش به سمت مخالف تجربه لازم رو داشت. خواهد کرد اینجا هم یه بار انداز چاشتی کار، یه بار انداز نجه کشتی 7-1 میشه. کشتی بلد بودن، میدون دیدن نتیجهش میشه به همین. دست مخالف رو هم کاملا در اختیار این در شرایطی قدرت دفاع کردن از حریف مقابل گرفت. 9-1 اختلاف 2 امتیاز دیگر رو میدن. 11-1 و یک پیروزی ارزشمند. زاوروگیف قهرمان جهان و المپیک با دوبنده آبی از کشور روسیه در مسابقه با دزلیپ از اوکراین کشتیگیر جوان اما با انگیزه که به دنبال این بود بتونه